سلام مجدد به همگی. جلسه نهم کتاب هنرمند رو داریم. Recovering a sense of compassion، بازیابی حس شفقت. تو این فصل کتاب میخواد ما رو با بازدارنده های درونیمون در مقابل خلاقیت مواجه کنه. اولین مبحثی رو که درباره‌اش صحبت کرده ترس هستش. یکی از مباحث مهمی که ما خیلی خوبه توی این مسیر شفای هنرمند درونمون داشته باشیم اینه که یاد بگیریم که الفاظ درستی برای کارامون، برای رفتارمون توی این مسیر در پیش بگیریم. ما به اشتباه وقتی کمی بیرحمانه خیلی وقتا واژه تنبلی بر خودمون به کار میبریم، در حالی که این تنبلی نیستش و این به غلط خطاب کردن وقتیه که ما گیر میافتیم توی یک پروسه تولید هنر و این در حقیقت ناشی از ترسه. و این دو تا کاملا با هم متفاوتن و وقتی که هنرمند درونمون نمیدونه که چجوری با قدم‌های کوچیک پیش بره، میاد بر خودش یه هدف بزرگی قرار میده و بعد به اون هدف نمیرسه یا تو مسیرش با مانع مواجه میشه و به اشتباه اون رو تنبلی خطاب میکنه. ولی در حقیقت اون چیزی که نمیذاره ما رو از ادامه راه باز میداره تنبلی نیستش. اونطور که قبلا گفتم ترس هستش. این ترس میتونه ترس از شکست باشه یا حتی ترس از موفقیت باشه، ترس از طرد شدن باشه. خیلی وقتا این ترس ها میشه تو بچگی ما دارن. خیلی از این وقتی مواقعی که هنرمند درونمون خلاقیتش با مانع مواجه هستش، خیلی وقتا دلیلش این بوده که تو بچگی از طرف، یعنی در بچگی دوست داشتن این افراد آرزوهای والدینشون رو برآورده کنن و یا اینکه یه بدتر از اون مورد قضاوت والدین واقع شدن. وقتی که یه نوجوانی، یه بچه‌ای تصمیم میگیره مسیر هنر رو در پیش بگیره و این از طرف والدینش تخطی محسوب میشه، از اون ور هنرمند این تخطیگری رو فکر میکنه که این تخطیگری ممکنه باعث بشه که اون ارتباطش و عشق والدینش بهش کم بشه و از این که داره تخطی میکنه حس گناه میگیره. برای اینکه بیاد اون حس گناه رو جبران کنه میاد یک پروژه بزرگ هنری بر خودش تعریف میکنه، میخواد که یه هنرمندی بزرگی بشه، ولی در حقیقتش اینه که خود این قرار دادن این هدف این که بخواد هنرمند بزرگی بشه اصلا کلا هنرمند شدن رو سخت میکنه. اینکه ما بخوایم یه کار هنری بزرگی تولید کنیم مثلا پروسه تولید کردن رو خیلی وقتا مختل میکنه. این که ما توی شروع یه پروژه‌ای برامون سخته اصلا به این معنی نیستش که ما قادر به انجامش نیستیم. ما فقط نیاز به کمک داریم، نیاز به کمک افراد حمایتگر داریم و دوستای حمایتگر اطرافمون و مهمتر از اون ما نیاز به حمایت خودمون داریم. ما باید به خودمون اجازه رو بدیم. قبلا هم صحبت کرده کتاب این که قدم‌های کوچیکی برداریم توی مسیرمون و برای هر قدم کوچیک به خودمون پاداش بدیم. وقتی ما یه هدف خیلی بزرگی بر خودمون میذاریم، به پشتوانه اون با اون هدف بزرگ گذاشتن یه ترس خیلی بزرگی ایجاد میکنیم و باعث میشه که این ترس بزرگ شروع
ما توی اون کار رو به تعویق میندازه و ما به اشتباه این تعویق انداختن رو تنبلی میخوریم، در صورتی که اینها همه ریشه از ترس داره، ترس از شکست، ترس از موفقیت. و تنها راه حل درمانیش اینه که ما این رو ببینیم و با عشق و محبت و شفقت بهش بها بدیم و بدونیم که این ترس نیست و کمکش کنیم. من همینجا خیلی دوست دارم که همتون رو تشویق کنم به پادکست هلیا. پادکستی داره به اسم آگنی که خیلی خیلی با مبحث کتاب همخونی داره و به طور خاص یه بخش یک مبحثش رو اختصاص داده به ترس. خیلی طولانی نیستش ولی خیلی خوب و مرتبطه و همتون رو دعوت میکنم که این پادکست رو گوش بدین و به طور خاص این بخش ترس رو. مبحث بعدی که کتاب صحبت کرده شور و اشتیاق هستش. این جمله که هنرمند شدن دیسیپلین زیاد میخواد رو ما شنیدیم و معمولا این رو افرادی میگن که هنرمند نیستن ولی آرزو داشتن که هنرمند بشن و تصویری که این آدم رو بیان میکنن یه تصویریه که یه تصویر پادگانی داره. خیلی همه چی روی دیسیپلینه. دیسیپلین میتونه توی کوتاه مدت جواب بده ولی تولید هنر یک پروسه طولانی مدته و این دیسیپلین یکم آزاردهنده میشه و بازدارنده میشه. کتاب اومده یه مثالی زده، گفته دیسیپلین رو مثل باتری در مقابل برق بذاریم. باتری عمل میکنه ولی عمرش کوتاهه، برقه که طولانیه و همیشه میتونیم ازش استفاده کنیم. و اون چیزی که به جای این، ولی اون چیزی که در حقیقت هنرمند نیاز داره برای راهش و تولید هنر شوق هستش، نه دیسیپلین. اون عشقیه که به تولید هنر داره، اون عشقیه که تو مسیر تولید هنر برای کارش، برای در انجام کارش به کار میبره. ما اگه اون هنرمند درونمون رو مثل یه بچه فرض کنیم، بچه ها برای اینکه با همدیگه بتونن یه ارتباط عمیقی داشته باشن و از همبازی بودن با همدیگه لذت ببرن، باید بازیشون لذت بخش بشه، باید شور و هیجان تو بازیشون باشه، نه اینکه اون بازی از روی وظیفه و اجبار و یا دیسیپلینی باشه. و هنر هم همینطوره. هنر چون یک تولید پروسه هنر یک پروسه است، خوبه که توی مسیر لذت بخش باشه تا ماندگار باشه. مبحث بعدی کتاب انگلیسی گفته Creative Youth، دور خود چرخیدن تو خلاقیت یا حالا گیر کردن تو خلاقیت شاید بشه تعبیرش کرد. این خیلی رایجه که وقتی که توی پروسه هنر هستیم ما یه جای گیر میکنیم، یعنی شروع کردیم یه وقتی از راه رو اومدیم بعد به یه جاده‌ای میرسیم، باز ترس اینجا عامل بازدارنده است، انگار که تاریکی، ترس، ناآشنایی در جا میزنیم، گیر میکنیم. یه سری سوالاتی به ذهنمون میاد، این که خب اصلا که چی، اصلا چه کار، چه اهمیتی داره که من اینو انجام بدم، یا خیلی کار من اصلا خوب نیست، ممکنه بقیه کارشون از من بهتره. و اینجا ما استاپ میکنیم و پیش نمیریم و این رو میایم با دیگر رو مطرح میکنیم و با مطرح کردنش میایم حس یک سری دلسوزی ها و همدردی هایی از اطرافیان میگیریم و خیلی وقتا اینجا ما انگار برامون ترجیح میدیم که قربانی باشیم و این حس همدردی و دلسوزی از طرف دیگران رو بگیریم به جای اینکه یه کمی قدم برداریم، پیش بریم و کارمون رو ادامه بدیم. کتاب حالا مثالایی زده، مثلا یکی از مثالاش این که
یه فیلمنامه نویسی یه فیلمنامه‌ش رو داده به یه ناشری، ناشر بهش برگشته و گفته که من حالا منتشر میکنم ولی خب تو برو و این تصحیحات رو انجام بده و هنرمند انجام نمیده، ادامش نمیده. و یا مثال های مشابه این. چیزی که و مسئله‌ای که اینجا حالا به وجود میاد اینه که توی این شرایط معمولاً این هنرمند درونمون، ما معمولاً با 2 تا حس مواجهیم. 2 مدل حس شرم داریم، در 2 مقطع حس شرم رو تجربه میکنیم. یکی اینه که به خاطر اون ترسی بوده که درمون ایجاد شده و دوم این که اون عکس العملی که حالا داشتیم به اون ترسه پیش نبردیم کار رو. اولین قدمی که حالا ما میتونیم اینجا انجام بدیم برای اینکه از این گیر افتادگی بیایم بیرون، این هستش که ما این حس به خودمون این حس همدردی رو داشته باشیم، با محبت و عشق و شفقت و مهربانی این ترس رو ببینیم، چون در حقیقت این ریشش ترسه که جلو نمیره. و بعد و اقدامی که میتونیم بکنیم، اولین قدم اینه که ما اقرار کنیم که چنین اتفاقی افتاده و ما یه برخورد نامناسبی با اون ترسی درونمون داشتیم، ترسی که مانع پیشروی کارمون میشد. و قدم بعدی اینه که کمک بخوایم و باز باید آگاه باشیم که توی این مرحله و منطقه، توی این مرحله معمولاً اون ایگو و منیتمون میاد بیرون، صدا میکنه که نه ما مشکلی نداریم، ما نیاز به کمک نداریم. ولی در حقیقت اینه که نه، ما نیاز به کمک داریم. خیلی به اون صدای درون منیتمون جواب نمیدیم یا گوش بهش نمیدیم و فقط به این نگاه میکنیم که از کی میتونیم کمک بگیریم و این کمک رو میخوایم و از این طریق میتونیم غلبه کنیم از اون گیر افتادگی بیایم بیرون. مبحث بعدی عبور از موانع هستش. برای اینکه هنرمند درونمون بتونه آزادانه به فعالیتش ادامه بده، باید آری از هر گونه خشم، مقاومت یا ترسی باشه. باید باز یادمون باشه، به خودمون یادآوری کنیم که این هنرمند درونمون مثل یه بچه است که قهر میکنه، لجبازی میکنه، یه سری ترس های غیر معقول یا غیر منطقی داره. البته که اینها از دید یک والد منطقیه و مثل بچه‌ای که از تاریکی میترسه و پا پیش نمیذاره و جلوتر نمیره، ما به عنوان یک والد این بچه هنرمند باید متقاعدش کنیم که بیرون امنه و بیاد بیرون و به بازیش ادامه بده. توی این مرحله نویسنده یه روش رو پیشنهاد داده. گفته خیلی خوبه که قبل از شروع هر پروژه‌ای ما بیایم یه کار 5 مرحله انجام بدیم. آرتیست هنرمندمون و قبل از این پروژه انجام بده این کار رو انجام بده. اولین مرحلهش اینه که بیاد یه لیستی از همه خشم هایی که در ارتباط با اون پروژه داره رو تهیه کنه. مهم نیست که چقدر این لیست این خشما ریز، کوچیک، بزرگ، غیر منطقیه. مهم اینه که برای هنرمند درون ما اینها خیلی بزرگه. مثالایی هم که زده مثل این که هیچ کس ممکنه چیز خوبی راجبش نگه، راجب این کار من نگه، هیچ کس ممکنه اصلا تعریفی نکنه، ممکنه اصلا هیچ کسی به من حقوقی نمیده، حقوقم خوب نیست. پس خشم هایی رو که ممکنه در ما ایجاد کنه اینا رو لیست میکنیم. در قدم بعدی این که میایم تمام ترس هایی که از این پروژه داریم که این هنرمند درونمون باهاش از اون کار داره لیست میکنیم. مثل این که من ممکنه که کارم خوب نشه و من نفهمم، ممکنه کارم خوب بشه بقیه نفهمم، ممکنه من اصلا کارم رو شروع نکنم، ممکنه من اصلا
کارم تموم نشه یا احساس خجالت و شرم بکنم از کارم. پس اینا رو هم تو مرحله دوم لیست میکنیم. تو مرحله سوم این که بیایم باز یه ذره دقیق تر بشیم با خودمون، ببینیم آیا چیزی، هیچ خشمی، ترسی، لابلا مونده، ریز و کوچیک و دروز و از هر مدلی که ما توی لیست اول و دوممون نیاوردیم و باز اینها رو بیاریم رو کاغذ. مرحله چهارم اینه که از خودمون بپرسیم حالا من اگر این پروژه رو انجام ندادم، با انجام ندادن این پروژه چه چیزی نصیب من میشه، و این سناریو رو ببینیم و باز این لیست رو تکمیل کنیم. و مرحله آخر این که با خودمون یه تعهدی ببندیم که نیروی خلاق من مسئولیت انجام این پروژه کمیتش رو به عهده میگیرم و تو مسئول کیفیتش باش و کار رو پیش ببریم. مباحث این کتاب تموم شد. برمیگردیم به تمرین‌ها و تمرین اول که خب بخش بزرگ این هفتمون بود این بودش که ما باید تمرینای صفحات صبحگاهیمون رو طی این 9 هفته حالا 8 هفته بخونیم و خب یه سری توصیه ها کرده بودیم که قضاوت نکنیم، سعی کنیم مشاهده کنیم. این تمرین میتونه کسالت بار باشه، میتونه یه سری دردایی رو در ما زنده کنه، ولی چیزی که میخوایم ببینیم اینه که ببینیم راجع به کیا بیشتر توی این صفحات با صحبت کردیم، آیا کاری داشتیم به تعویق بندازیم. حالا وقتا ما تو نوشته هامون 0 و 1 میشیم، سیاه‌سفید میشیم، از واژه‌های همیشه، هرگز، افتضاح، عالی، خوب، بد استفاده میکنیم. آگاه باشیم به این واژه‌هایی که استفاده کردیم تو تمرین‌ها. و اینکه تایید کنیم که این صفحات صبحگاهی به ما این اجازه رو داد که بدون تخریب کردن خودمون رو خالی کنیم، بدون اینکه هیچ مداخله‌ای توی برنامه‌ریزی داشته باشیم، ازش شکایتی اگر داریم اینا رو ما آوردیم روی کاغذ، تونستیم ذهنمون رو بهتر بشناسیم، به خودمون اعتبار بدیم که این کار رو انجام دادیم و اینها به رشد و تغییرات ما میتونه تا الان کمک کرده. تمرین دوم تمرین تجسم بود که ما خیلی وقتا ما اومدیم حالا تو بخشای پیش سری اهداف برای خودمون تعیین کردیم. تو این تمرین میخواست که ما این هدف رو بیایم بیانش کنیم و خودمون رو در حال انجام یکی از این اهدافمون تجسم کنیم و این رو بنویسیم زمان حال و اون رو بلند بخونیم و اون رو حتی توی نوشته رو حالا کنار میز کارمون بذاریم که اون رو ببینیمش و اون رو هر روزانه بلند بخونیم. یک کلاژی باید درست کنیم که تصویر خودمون رو در حین انجام اون کار نشون میده. یه جمله ای داره و من دوست دارم این جمله رو بخونم. این که دیدن یعنی باور کردن. تصاویر واقعی خودمون در صحنه مطلوبمون میتونه این مسیر رو واقعی تر به نظر بیاره. تمرین سوم تمرین اولویت بندی بود، راجبه حالا اهداف خلاقی که داریم، اینکه حالا این اهداف خلاقمون برای سال جدید نیستش، تو سال جدید چیه، تو ماه جدید چیه، تو هفته جدید چیه. و تمرین چهارممون توی همون در رابطه با همین یوترن، یعنی دور چرخیدن خلاقیت یا گیر افتادگی خلاقیت هستش. اینکه خب ما اولا معمولا هممون اینو داریم، توی این مسیر هستش و بیایم 1 تا 3 تا از اینها رو نام ببریم و یکی رو که در مقابلش تونستیم کمک بگیریم و برش غلبه کنیم رو باز نام ببریم، خودمون رو ببخشیم، یه سری عبارات تأکیدی در راستاش بنویسیم که میتونه تو آینده بهمون کمک بکنه. نگاه کنیم ببینیم آیا تو ذهنمون
هیچ کاری، پروژه‌ای، برنامه‌ای بوده که ما مورد تصویب و خشونت قرار دادیم که اون فکر همونجا سقط شده، از بین رفته، اونو سعی کنیم نجاتش بدیم. یکی دیگه از این جاهایی که گیر کردیم رو انتخاب کنیم و سعی کنیم بهش کمک کنیم، پیش ببریمش. یکی دیگه از جاهایی که بهش گیر کردیم رو ببینیم ولی اصلا کاری براش نکنیم، فقط مقاومت خودمون رو مشاهده کنیم، ببینیم که چیه که ما رو از پیش بردن این مسیر واداشته، مانعش بوده. شاید خیلی وقت صفحات و صبحگاهی بوده اینکه چه فایده داره، ما چرا باید بنویسیم. شاید اینکه آیا ما اهداف خلاقانه‌ای که داریم بوده که یک کمی به واقعیت نزدیکتر شده باشه، بهشون اقرار کنیم و اقرار کنیم که چه چیزهایی بوده که ما رو میترسونده و ما برش غلبه کردیم. و قسمت آخر گفته یه حمایتگر نمادین انتخاب کنیم، حالا یه عروسک میتونه باشه، یه مجسمه اسباب بازیه، و این رو کنار میزمون، حالا کنار کارمون بذاریم و احساس کنیم که این داره ما رو حمایت میکنه و بهش احترام بذاریم. مرسی بچه ها. این خلاصه ای از فصل 9 و تمرینات کتاب بود.